سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. اگه شما هم میخواین مثل من 2 برنامه رو همزمان روی گوشیتون اجرا بکنین، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اگه گوشی شیائومی دارین، این قابلیت خیلی راحت در دسترس شما قرار داره. وقتی پنجره برنامه‌های باز شده رو بالا میارید، اول روی برنامه‌ای که میخواین بالای صفحتون قرار بگیره 1 ثانیه نگه میدارید. بعدش برنامه دوم رو انتخاب میکنین و میبینین که خیلی راحت هر دو با همدیگه رو صفحه نمایشتون نمایش داده میشه. اینجوری خیلی راحت میتونین روی هر دو برنامه اسکرول کنین و کارهای مختلفی مثل محاسبه اعداد یا مقایسه ها رو انجام بدین. هر وقت هم که خواستین میتونین با استفاده از اون خط وسط صفحه به برنامه مورد نظرتون منتقل بشین و به حالت اول برگردین. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. خوشحال میشم که تو کامنت ها بهم بگین از این قابلیت برای کجاها استفاده کردین.